ساعت چطورید؟ خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بریم ماینکرافت سروایوری رو بازی کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد و بریم سراغ ماینکرافت سروای خوشگل مشکل آمد. فقط قبل از اینکه بریم این ویدیو شروع کنیم ممنون میشیم ویدیو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب حتما داشته باشید و اون زنگوله خوشگل مشکلم بیزنه که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتیم خبرش براتون بیاد. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم یک کامنت هم برام بذارید و نظرتون رو در مورد این ویدیو بگید. خب به هر حال ماینکرافت جوی من مطمئنم این برنامه‌ای که دارم باش میرم ماینکرافت رو بازی کنم و همتون داشتید، یعنی همتون نصب کردید ولی زیاد پرطرفدار نشده. تو اوکاتو پالو پیامالا فاتکای بش بش بو سیگما سیگما بو سیگما بو سیگما بو ملنگلا همه ایشی بودو سیگما سیگما بو سیگما بو سیگما شلوغای بودی پنه سیس بو سیگما سیگما. خب خوب شد بدون که بریم. بذار ببینم اتیامنتی بیا بالا بالا درستی ایشیمیتو کفرمهو زیاد درست نمیشه نیم سوزه فقط نیم سوزه ها. آخه الان وقتی چلاست بالاخره درست شد. خب ببخشید یکم ویدیو طول میشید بریم تو سری سروایور ممکن بچید. خب اینجا دیگه کداست لازه. خب بچه اومد نمیدونم او چه مپی بود رفته بودم توش بازی کنم. حالا دارم این مپی جدید میسازم. پیسو پیسو فیلی 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 فیلی. خب بخیر وای وای شلگی شدم ولی خوبه دیگه چون میکنی دارم میمیرم اینقدر لگم. البته اونقدر لگ نیستم در اون حدی که بتونم بازی نکنم لگ نیستم. همین اول کاری سنگا پیداشون شدی. گاوی سریعتانیگو بکار میکنه. سلام آقا گاوه میتونی بگی میدونی ولت کدوم سمته؟ بیا داداش میدونم همین راه سمت چپ بگیر بری گاوه. من گاو نخواستم من دونم همین ولت بود کچل. الان من کجام کچله؟ بارگم شد دیگه. این طرف بچه نشون داد نمیدونم شاید اون طرف بود. گوشم قاوی میرانی ما قاوی میرانی ما چقدر خوشگله دوست پنده
یه چیزی بهتون بگم، گوسفند چیز، البته اینو دارم از خودم میگم، گوسفند هم گوسفند چیز دیدین، خاکستری دیدین، یعنی گوسفند پسره، پس درجا بکشینش چون گوشتش خیلی لذیذه. شاید هم تلخ باشه. تلخ. آخه گاوی شاخه کلی، البته کلی که داشتی، ولی آخه کجاش اصلا چه ویلیجه. بچه های شما میخوام یه چیزی بهتون بگم، تو کامنت ها برام بنویسید که به چه خونه های علاقه دارین، مثلا خونه که اینطوری بکنیدش برید پایین، مثل خونه غاری یا خونه زیرزمینی و این چیزا باشه، یا خونه که مثلا درختی باشه، یعنی بالای درخت باشه، مثلا رو برگای درخت باشه. همین اول کاری اون هم پیدا شد. خب اینم از این. یکی دو سه. سخته یه خورده. خوب. خب اینم از راستی من باید سنگ بکنم. خب حالا کلنگ سنگی میسازم. خیلی وقت خود ماینکرافت رو بازی نکرده بودم، یعنی تو اندروید، یعنی تو گوش منظورمه. یک تبرمون نشه، اینو میکنیم. خب بریم به صدا اسکلتونه بکنم پایین اینجا غار باشه. به خدا صدا اسکلتون میاد. من الان فقط یه دونه پشت دارم، یا خدا. و سریع خونه زیر زمینی بسازم، بعد یه خونه نمام چیزی میسازم، خونه چوبی میسازم. فعلا در امان نیست این. یا خدا داره شب میشه یا پیغمبر، چیکار بکنم؟ من که بلاکم ندارم، مجبورم خونه رو با سوپ بسازم. کلم الان من چطوری واده شم و یه خود بلندترش بکنم. لعنت بشید این دو دیگه. خدا. خب ای بابا، الان فقط میتونم یه فرنیس بسازم. اشکال نداره، اینا رو میکنم. خب سنگ الان خب کرافتینگ اینجا بذار. در آها در اینجا. اینم از در. خب حالا اینو میکنم. فقط مشکل من اینه که چطور باید برم بیرون.
حالا بحث اینجوری خود بزرگش کنیم. گوشمندم پیدا نکردیم آخرش. بازه گذاشته بودم رو حالت ایزی. خدا رو شکر شب نشده. سر بریم گاوا رو بکشم. مردی. داداش تو چرا مثل مجسمه وایسادی؟ هر هد کن دیگه. سلام. چه عذیبی، دنیای عذیبی. سلام آقا کوچه. میگم تو میدونی ولایت کجاست؟ چی؟ این طرف. این طرف. مطمئنی؟ بابا انقدر خواخا نکن دیگه. بزنم صدا فکر بگی. کچل همی. آخه مگه من چه کار به خواه تو دارم؟ ای خواه کچل. چقدر کسولوی تو. بیا بخورمت. اینجا ریسه کچل بود واقعا. من موندم چرا گوشت خود وقتی میپزه شبیه نون میشه. وای چرا صدا اسکلتان مایود. سیگما پو شمالا سیگما بوی شی بو خب بذار ببینم. نور داد. البته که نور میده. خب اپتیفاین زدم دیگه. خب حالا اینو اینجا حالا میلازم. خب یه فندیش هم ساختیم یعنی اجاقار لیت. خب هنم شده. خب چوب یه دونه بذار. خب استیکان که پخت و حال استیک نه یعنی گوشت. شب شده برستاره. یعنی چی؟ اینو چیکار دارم؟ اینو بذارید تو بابا. یک دونه میسازم میدونم اینجا. خب حالا اینا رو میذارم. یه دونه پنج میدونم باید فردا یعنی تا فردا مصرف سب کنیم. بکنیم تا صبح شه. مثلا من یه تورچن نیاز دارم. تورچن کو اینجا همشه بود. خب یکش باید اینجا بردارم. عالی شد.
باید یه در بیارم. آخه این از کجا پیدا شد؟ آب از کجا پیدا شد؟ چه تاریشه؟ برو داخل آب دیگه. برو. یا خدا، یا ابلفس. وای وای، فکر نکنم. آخ خدا، بذار درو، بذار. برو. اوف. برم بالا. ای وای برم بالا. برم بالا نفس بگیرم. آخ برم. از کجا اومدم؟ وای نه. ای وای بودو. اوه اوی، نکن، نزن. چه غلطی کردم؟ تو شب اومدم قار نبردی. خونم کوش اونجاست، دقیقا بغلش بودم. مثل اینکه کسی نیست من یه خورده زغال بشنم. بذار اینجا آب تا اینجا اومده بمیر. وای پشم نه. با سنگ. ای بابا، الان با کجا رو بکنم بریم آقا پیدا کنم؟ اصلا همین طرف رو میکنیم بریم. اینا همشون به در نخورن، مسخره ها. البته فقط تو این نسخه به در بخورن، تو نسخه قدیمی اصلا به در بخور نیستن. الان نور میخوام. کور شدم. بذارین یه لحظه ویدیو ستینگ 92. خب روشن یا خدای چیه؟ ای وای خدایا، چه همش به آب میرسن؟ بذارش دیگه، بذار. خدایا چیکار کنم؟ تاریکم هست نمیبینم. برو بالا، بذار دیگه. خدایا این کوفتی رو بذار. امیر به چی میخندی؟
میگم به چی میخندی؟ ویدیو بود. بس اگه امیر رو نمیشناسین، امیر همونی بود که تو سری سوروایول اومد بازی کردیم. منو خندم گرفت. اوف تو مشعلم نه. مشعل چیه؟ مگه جادوگرم یعنی ترچ. البته مشعل یه اسم عجیبیه برام من. حالا بر شما رو نمیدونم، برام من عجیبه. اوف خسته شدم، گشنم هستم. از سر کار تازه برگشتم. غذا بخور. بابا چرا صبح نمیشه؟ ببینم ساعت چنده؟ ساعت 1 شبه. صبح شد دیگه. صبح شد. کم کم هوا داره روشن نشه. چند دقیقه یا خدا چرا رومون میکنم اینور هوا تاریک میشه. این چه وضع بازی یا ابوالفضل؟ اینو اینجا میذارم یادگاری. خش خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین و باشه یک چیز دیگه هم هست راستشون بخواین. اون چیز اینه واسین. اینو من اول باید بپزم، بعد این آهنگو اینجاست. خب حالا خدا نگهدار.